салому алайкум раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. бародарон ва хоҳарони азиз, айлоқи боло мешидим вой вое, дар сухан усто мешидим вой вое. дӯстои азиз, имрӯз 25 апрел дар мо ҳоло ҳам киштикори баҳорӣ идома дора. киштикорро тамом кардагӣ нестем. дар айлоқ гандампошӣ омадагием. имрӯз се қопча гандам дорем. рост дига масоати замина намедонам ки чӣ қадар е масоаташ. яки се қопча гандамай худо хоста боша гандама мепошем. трактори акай ҷамолдин шоҳай мтз 81 82 ёки 83 намедонам. мтз ай ҷуфт кардест аст. бояд ки рост бигира. агар худо иншоалло ки гандама мепошем. дӯстои азиз, наворо тамошо кунен то охирша. ай рафти киштикори ахири баҳорӣ навор мекунем.
دوستای عزیز یا زمینایی هستند که در اینجا هر یک بگیم تراکتوریست با عباره روسی بگیم دوخ نمیکنه که در این زمینو جفت کنه، برای که اگر تکنیکه نو نباشه یا که راننده سابقه کاری زیاد نداشته باشه، هم ترس هم میتونه که با بگیم حادثه های ناخوش و فلاکت بار آورده رسونه. فقط در اینجا چالاکی هوشیاری، پیش از چالاکی و هوشیاری سابقه کاری زیاد داشتن لازمه که در این زمین ها شدگار کنه تراکتور. چرا که گفتم من هر گردش ها و نیشه به کتالای هایی که گردش های تنگ های کتالای تیز و نیشه های تیز های راننده باید که ای تجربه و ملکه که خاصی که داره ای همو استفاده ببره. این زمینی که علف برآمدگی برادرها، این زمینی یک چند سال پیش شدگار کردگی بدید، اما گندم نمیکاریدیم. بگیم زمین یلم هم هست، خطا نمیکنیم. این را با سری نو میگیم شدگار کنیم و یا وجب زمینه خالی نگذاریم. وقت هست کاریدن در کار. یا بابای دهقانن خسته شدن، رمضان ده افگار شدن، وش خواه یاش بازور نفس میکشن، هیل گیر هستن. امی داغن که کتشون بتی. یک کتالی کروتای ببین تراکتور با یک داد فیراد میآید میبروید با بلورا. جفت قریب تمام شده احساس. خوپای گندم تقسیم کنیم در بینای زمین، دیگه با دست بردنش مشکله. تراکتور دبار کردیم، تقسیمش میکنیم زمین ده، ده سه ریادی دیگه میروه گندم میپوشیم. گندم سفیده که لال یک دونه زمیده میشتیمش. بسم الله الرحمن الرحیم. دستی بابای دهقان بچه ها اشکال روا برای خدا کرده باشه. آینده ژیلوتره باید گشنه نمونه. نفسی آدم و درجه سخت وزمین هایی که تا سال دیگه و سال دیگه فکر میکنه. ایرا مهنتی حلال میگن. مهنتی حلال. لوحه اخرونه دوستان عزیز گندمی سفیده که لالی یک دونه ای برنج ده تازه ای باور نکنید اینا تماشا کنید.
Loi sabe fazer do Lu basar. Ai, oh. Ai, será que já o contar? Ha? Ya sen de arabada sormaya ne gerek? Haymo. Donahoy umeda. Zeminde meşapin. زمینی یلمی نوکندگی های چندین سلو چیز خواه باید که وسیلی فراوان بتا در وقتی درو و کوفتن خیرمن اگر که خدا کرده باشه اجل پس بمونیم یک جای حاصل شه تماشا میکنیم تو عزیز خواستیم که اول ارچه را بکنیم یکی بار راضی نشدیم طبیعت گفتیم خراب نشوه بین زمین ده کار میوه وقتی بازیر میفورد زمین وسیع باشه در وقتی درو سویگید میفوره فقط تکیه را وقتی گندم درو ده طرفی ارچه میگیری که سویگیش ده یک نفس آرامیش بیاوم سویه غنگ دوره بعد غنگ دوره بسیار ارچه با قوت های از ثنای عالم دهقان است از او زر و چی؟ از او گاه زر گاه بوستان است زر گاه بوستان است دهقان مشت گندمی که در زمین می پوشش ای مشت گندم تمام رئیس قاضی ای بولو سرکردگی تو مورچه که در زمین حرکت نکنه همین مشت گندم دهقان راحت میبینه در همیجای زمین قدر سوس بدین چند سال شد 20 سال زیاد شد همین را یک کجف میکنن همین سوس گم نشید در همیجا عموما گم نشید سوسی گیداله به دست یبراو دوستای عزیز گندم پوشیدیم زمین در غلطید گندم چپر زده ایست انشالله که با امید خداوند این چیزاری حاصلش میشیم گندم خوکی نغز غلطیدگی های بگیم که انشالله که برون عطا کنه گندم میشود حاصلی گندم دوستای عزیز در ماهای سپتامبر اولای سپتامبر ده میشود که تو بینای سپتامبر غلط در آودمی حاصلش را جمع میکنیم تراکتور چپر زده ایست نمیدونم در کامیرا میتوه چپر زده ایست تراکتور اینجاش تمام شد چپر را زدن انشالله که کار راست گرفت بعد دیگه دوستای عزیز حاصله میبینیم که چند قشید است یک جا خدا خواسته باشه ایجل پس مونیم در ماهای اخیر اوگوست اول سپتامبر او مردکو دهقانان شاید پرشیدگیان او قدر دهقانی اصیل نیستن دهقانی اصیل خریمم
بسیار چپری نغز زد زمینه. بگیم گندم شو تای خوک شدگی های. گندم تای خوک شدگی های. یا زمینی یال مای بعد بسیار نشبی تیز های. شیمای کلون دوره یا و هیچ رنگی میده نمیشه و یا 2 سال 3 سال کمش ده زمین جفت میکنی بعد یا میده میشه و نابود میشه زمین های از زمین میشه و یا ببین تراکتور میره و جای گشتنی سوز نیست. در پایین بور از ورود میته بعد بو میگرده میویه. کاری دنیا یگانچه به مشکلی نیست دوستای عزیز. کاری دنیا به مشکلی نیست. اگه هفته 10 روز پس دیگه گرم کنه زنبورو بگیم که همه دفعه خاموش شوه زنبورو میبرویه و زنبورو میریم نوار میکنیم دیگه. دوستای عزیز خیلی ذریعه ما هم کم موندگی در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. در پناه الله یکتا باشین.